روز 1 اپریل در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان آغاز یافت. این معرکه 2 ماه تا 31 مای دوام خواهد کرد. خبرگزاری خاور خبر داد که 5 ناحیه وادی رشت نقشه دعوت را الکی در روز اول اجرا کردند. ولایت مختار کوهستان بدخشان الکی روز 1 اپریل دعوت بهاری را 112.5% اجرا کرده است. رئیس کمیسیون ولایت مختار کوهستان بدخشان اوید به سفربر نمودن جوانان به خدمت حربی امیدجان ناصرزاده به خاور گفت روز 1 اپریل در میدان به نام اسماعیل سامونی شهر خاروغ مرکز ماموری ولایت با افتخار نخستین روز دعوت بهاری به صف قوه‌های مسلح و معرکه روز دعوت شونده تنتنه‌های ایدانه دایر شد. همین طور همه دعوت شده ها از 5 ناحیه وادی رشت را صبح 1 اپریل در قسم حربی قشون‌های زودعمل وزارت مدافعه تاجیکستان در ناحیه رشت جمع آورده برای آنها مراسم ویژه تحت عنوان روز دعوت شونده برگزار کردند. به میدان قسم حربی دعوت شدگان از ناحیه‌های منطقه رشت به طور اختیاری برای شامل شدن به صف ارتش ملی حاضر گردیدند که در نتیجه ناحیه سنگوار لخش نقشه دعوت حربی را 100%، تاجیک‌آباد 105%، نورآباد 101% و رشت 107% اجرا نمودند. گفته می شود در خبر طبق فرمان پرزیدنت امام علی رحمان خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اپریل مای سال 2022 از صف قوه‌های مسلح قشون‌های سرحدی، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخله، قشون‌های مدافع گرجدانی کمیته اولت‌های فوق‌العاده، بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایت وزارت عدلیه و بتالیون کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوص جواب داده شده. به جای آنها جوانان سال تولدشان از 1995 تا 2004 به خدمت دعوت کرده می شوند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیرماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان می گیرد. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می یابند که نزدیکان گم شده شون را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از روبران تاجیکستان چند بار دعوت کرده بودند که به تجربه ابلاغ که آبروی دولت را می ریزاند نقطه گذارند.